امشب بدون مقدمه میخوام که بپردازم به یک موضوع و دفاع کنم از حق خانم ها و فقط به نفع خانم ها صحبت کنم. و دلیلم داره، به خاطر اینکه متاسفانه چند سالیه در دنیای مجازی بیرحمانه مسخره میکنن رانندگی خانم ها رو. این درست نیست. یه چرت و پرتایی هم می‌نویسن این پسرا. من تعجب میکنم مغز اینا از کجا این چیزا رو میاره اصلا. که نمیدونم میگفت دختره رفته امتحان رانندگی بده، سرهنگ گفته برو دنده عقب. خب اصولا دیدی دنده عقب میرن، برمیگردن عقبو نگاه میکنن، صندلی رو میگیرن. دختره گردن سرهنگ رو گرفته، قبولم شده، گردن فوله. میدونید که تو کشتی تا گردن رو میگیره داور میگه فول، امتیاز منفی است، اما این گردن رو گرفت و قبول شد. چقدر بزرگوار بوده ایشون، در حالی که فن خطا روش زده، جوان مردی کرده و گواهینامه‌شو داده بره.